سلام دوستان، کیا هستم از قبیله گیک ها با یک ویدیوکست دیگه از سری مجموعه های نرم افزار کاربردی با شما هستم. تو این ویدیوکست میخوایم یک نرم افزار دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم که مطمئنم برای خیلی از شما مورد نیاز هست یا زمانی مورد نیاز بوده. نرم افزاری که میخوام توی این ویدیوکست بهتون معرفی کنم معمولا زمانی به درد شما میخوره که یک فایل رو از دست دادید. حالا از دست دادن فایل ممکنه به خاطر این باشه که ویندوز شما پریده باشه، یا یک فایل یا یک فلش رو اشتباهی فرمت کرده باشی، یا اشتباهی فایل رو روی صفحه شیفت دیلیت کرده باشی. دیلیت معمولی راحت میبره توی ترش یا موسطل آشغال، اما اگه با شیفت دیلیت بزنید فایل کلا پاک میشه و نمیتونید به این راحتی ها برش گردونید. خب در این ویدیو که از میخوام ابزار یا یک سری ابزار، یک مجموعه ابزار رو بهتون معرفی کنم که بتونید فایل هایی که پاک شدن رو برگردونید یا به اصطلاحی ریکاوری کنید. خب نرم افزاری که میخوام در این ویدیوکست بهتون معرفی کنم اسمش هست Recovery My Files. نرم افزار خیلی کاربردیه، حتی به شخصه خیلی وقتا که فایل های من پریده، حالا چه روی هارد یا روی فلش مموری، برای من فایل ها رو برگردونده. نرم افزار خریدنیه، یعنی اگه بخوای روی استعمال ویندوز که ما توی ایران هستیم اجراش کنید باید نرم افزار رو کرکش کنید، که میتونید از خیلی از سایت ایرانی که نرم افزار رو قرار دادن راحت دانلود و فایل کرک یا پشش در کنارش وجود داره. خب قبل از اینکه ما بریم کار با این نرم افزار رو یاد بگیریم، اول بهتر یکم براتون توضیح بدم که عمل ریکاوری چجوریه، یعنی چجوری یک فایل وقتی پاک شده امکان داره این فایل ریکاوری یا برگردونده بشه. خب بذارید من پایینتو بیارم. نگاه کنید، ما در ساختار سیستم عامل ها یک فایل فیزیکی داریم. اینو بیاریم اینجا، اینو اینجوری کنیم. یک فایل فیزیکی داریم، حالا فکر کنید این فایل ماست یا اینم فایل ماست، اینم فایل ماست. فکر کنید 4 تا فایل داریم. حالا بذارید در داخلشون بنویسیم. خب فایل یک، البته فونتش یکم بزرگش کنیم، خیلی بزرگ شد، اینجوری به نظرم بهتر، فقط بولدش هم کنیم. خب این فایل یک، اینجا بزنیم فایل دو، این فایل سه، این هم فایل چهار. نگاه کنید اینا در واقع دیتای اصلی شما. حالا بذارید من تلگرامم پاک کنم، درش بردارم که اذیتتون نکنه. خب نگاه کنید اینا در واقع دیتای اصلی شما، یک برنامه، یک آهنگ، یک عکس، یک فیلم یا هر چیزی که شما داشته باشید، فایل های فیزیکی اصلی که حجم بزرگی دارن. خب اینا مستقیما نمیتونن کاری انجام بدن، یا شما روشون کلیک کنید مستقیم اجرا میشن. اما چجوری اجرا میشن؟ در واقع آدرس اینا خونده میشه و این فایل ها اجرا میشه. یعنی آدرس اینا در یک تیبلی نوشته شده. حالا سی پی یو میره اون تیبل رو میخونه ببینه کدوم آدرس مربوط به کدوم فایله، یعنی فایلی که شما درخواست کردید آدرسش کجاست، میره اون رو میخونه. خب پس ما اینجا یه تیبل داریم که آدرس فایل ها در داخل اون وجود داره. یعنی میشه حالا میزنیم ایدی فایل یک و بذاریم یک، خب مال فایل دو، سه و چهار. خب الان اینجا چه چیزی قرار پیش بیاد؟ حالا بذارید من اینم اینجوری کنیم، یک فلش هم بزنیم. نگاه کنید این آدرس، فلش اینجوری شد، فلش اینجوری میخوایم. خب این مال اینه، این مال اینه این خیلی بد شد، ببخشید. خب اینجوری میزنیم، این مال اینه، این آدرس اینه، این آدرس اینه، این آدرس اینه. درست؟ نگاه کنید وقتی شما در واقع یک چیزی رو پاک میکنید از روی سیستمتون، حالا به هر دلیلی پاک میشه اون فایل، در واقع این فایل ها پاک میشن، این تیبل میمونه. یعنی شما آدرس فایل ها با سایز فایل ها و چه فایل هایی در اونجا قرار داره در این تیبل میمونه، فقط فایل های فیزیکیتون پاک میشه. نرم افزارهای ریکاوری میان این تیبل رو میخونن و آدرس فایل ها میگه آقا یک فایلی با این آدرس در اینجا وجود داشته.
اینجا پاک فایلش وجود داره ولی آدرسش در این تیبل وجود داره هنوز. میاد از روی این فایل اصلی رو دوباره میسازه. خب این یه مزیتی داره، یک معایبی داره. مزیتش اینه که اگه شما فایل رو از دست دادید راحت با نرم افزارهای ریکاوری میتونید فایلتون رو برگردونید. اما به چه شرط؟ به شرطی که این تیبل سالم باشه. این تیبل چه زمانی خراب میشه یا سالم نیست؟ نگاه کنید، این تیبل یک محدودیتی داره، یعنی تا زمانی که این فایل وجود داشته باشه آدرس این فایل هم وجود داره. اما زمانی که این فایل پاک شد آدرس پاک نمیشه، آدرس میمونه. ولی اگه فایل جدیدی ریختید روی سیستم که نیاز به جای دیگه روی تیبل داشت، آدرسی که فایلش وجود نداره رو پاک میکنه و آدرس فایل جدید رو در داخل اون مینویسه. به عنوان مثال شما یک فلش 4 گیگی دارید، اطلاع فول اطلاعات در داخلش وجود داره. شما میایید دیتا رو از داخل اون پاک میکنید اما هنوز در داخل تیبل آدرس های اون فایل ها وجود داره، یعنی با ریکاوری میتونید همه دیتا هاتون رو برگردونید. اما زمانی نمیتونید برگردونید که دوباره یک ریز در داخلش دیتا بریزید. یعنی اگه دوباره فلش یا حافظه شما پر بشه دیگه قادر نخواهید بود فایل های سری قبلی رو برگردونید، چون در این تیبل آدرس فایل های جدید نوشته میشه و آدرس فایل های قبلی جایگزین با فایل های جدید شده. خب ما نرم افزارهای دیگه هم داریم. خیلی از نرم افزارها میگن آقا جوری فلش یا هارد دیسک شما رو پاک یا فرمت میکنیم که قابل ریکاوری نباشه. اینا در واقع میان این تیبل آدرس رو پاک میکنن. علاوه بر اینکه این فایل ها رو پاک میکنن، این تیبل آدرس هم پاک میکنن که دیگه نرم افزارهای ریکاوری نتونن از طریق این تیبل بتونن فایل های اصلی رو برگردونن. خب حالا که طرز کار نرم افزارهای ریکاوری رو فهمیدیم، بریم با این نرم افزار آشنا بشیم. یک نرم افزار خیلی 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 ساده است، اصلا چیز سختی نداره. و یه نکته هم که در این ویدیوکست بگم، نگاه کنید ما نمیخوایم نرم افزارها رو به صورت کامل معرفی کنیم. چه من چه دوستان من در قبیله در این سری ویدیوکست ها هدف اصلی ما معرفی نرم افزارهای کاربردی، نه آموزش کامل نرم افزارها. این نرم افزارها ممکنه بسته به تجربه شخصی ما یا تجربه شخصی دوستان هم قبیله‌ای که این نرم افزارها رو به ما معرفی میکنن نرم افزار کاربردی باشه و ما هم صرفا فقط کار اصلیشو نشون میدیم. ممکنه خیلی قابلیت‌های دیگه داشته باشه که ما بهش نپردازیم. اینا دیگه به عهده خودتونه. خودتون اگه نرم افزار مورد نیازتون بود برید دنبالش که چه قابلیت‌های دیگه‌ای داره. خب استارت رو بزنید. اینجا دو بخش داره. recover files، recover a drive. بخونید نگاه کنید، میگه زمانی که یک فایل شما پاک شده یا زمانی که چی میگن یک درایو شما کلا فرمت بشه. نگاه کنید حالا به دلیل تعویض ویندوز و کارهای دیگه. اما شما اگه دیدید یک فایلتون پاک شد، نگاه کنید میگه زمانی که این فایل از ریسایکل بین یا همون سطل آشغال شما پاک شده باشه میتونه با این بخش برش گردونه. یعنی این فقط دنبال فایل میگرده، این کل دیتا های یک حالا مموری رو برمیگردونه، حالا چه هارد دیسک باشه، چه هارد اکسترنال باشه و چه فلش مموری و حالا کارت های حافظه کوچیک باشه. پس یه دسته‌بندی قرار داره. البته فرقی هم نمیکنه، شما با ریکاوری فایل هم میتونید تمام فایل های یک پارتیشن یا یک درایو رو کامل برگردونید. خب جهت تست ما ریکاور فایل رو میزنیم و نکست رو میزنیم. در اینجا میگه اون درایو یا اون پارتیشنی که میخواد سیستم روی اون عملیات ریکاوری رو انجام بده انتخاب کنید. اگه هارد دیسک یا فلش مموری هم داشته باشید در اینجا به شما نشون میده که اینجا نوع ارتباط رو بهتون میگه که نوع ارتباط از طریق کابل ساتاز و پارتیشن تیبلش هم خواهی میکنم پارتیشن تایپش هم NTFS. خب به عنوان مثال ما میگیم درایو دی، نکست میزنیم. نگاه کن search for deleted files، برای فایل هایی سرچ کن که اون فایل ها پاک شدن. بخش پایین هم میگه برای فایل هایی سرچ کن که فایل ها پاک شدن و search for selected lost file type، یعنی اینجا میتونید نوع فایل ها رو هم مشخص کنید. در بالا نکست رو بزنید مستقیم سرچ میکنه، هر فایلی پاک شده باشه براتون برمیگردونه. اما خب اینا بذارید من قطع کنم. اما خب خیلی وقتا شما نیاز دارید که فقط یک فایل با فرمت یا تایپ خاص رو برگردونید. خب اونو پاک کنید دوباره. نگاه کنید برای همین منظور به عنوان مثلا فقط فیلم میخوام برگردونم یا فقط دنبال عکس‌ها هستم، فایل‌های دیگه برام مهم نیست. حالا اون پارتیشن هم پاک شده، برام مهم نیست فایل‌های دیگه چه فایلی هستن، فقط فیلم‌ها رو میخوام برگردونم. نکست رو میزنم. حالا نگاه کنید در اینجا
ما فایل ها رو میتونیم تیک بزنیم. به عنوان مثال ویدیوز تمام فرمت هایی که میتونه برگردونه رو برای ما گذاشته. حالا فرمت داکیومنت ها هست یا کلا اگه همه رو بزنید که میشه همون. و اینجا میتونید سرعت ریکاوری فایل ها رو، یعنی سرعت عملیات ریکاوری رو اینجا تغییرش بدید. طبعا هرچی سرعت کمتر باشه دقت کار بیشتر میشه. خب حالا به عنوان مثال ما نمیدونم چی تو این درایوم داشتم که پاک شده ولی همه رو تیک میزنم. نگاه کنید خودش دیگه داره میگرده عملیاتو و هرچی برگردونه اینجا به من نشون میده. اینجا نشون میده به عنوان مثال نگاه کنید لاست فایل، میگه این فایل ها گم شدن در درایو. حالا فایل های txt هستن، xml هستن که همون فایل های دیزاین میشه xml، فایل js نه gis، اینا فایل های گم شده هستن. فایل هم که تونسته دسته بندی کنه براتون در اینجا قرار میده. اگه فرمت تایپ خاصی رو چیز کرده باشه، تونسته باشه تشخیص بده که اون دسته بندی شماست، براتون قرار میده. چیزی که اینجا بهتون نشون میده در واقع فایل های اصلیتون نیست، فقط از روی اون تیبل فایل ها رو خونده. برای اینکه بتونید فایل ها رو برگردونید باید فایل هاتون رو انتخاب کنید، روش کلیک راست کنید و یه جایی بود اینجاها فایل ها رو به تحویل میداد. فکر کنم باید صبر کنیم این عملیات ریکاوری تموم بشه. حالا نمیدونم، صبر کنیم ببینیم چی میشه. حالا تا اینجا ببینم این گردو یه دونه اگزه داره. اینو سورت میکنه این برامون. سورت نمیخوایم. دیتا فایل فیلتر تول، تکست فیلتر تول، کلیپ بورد. خب اینا نیست. یادم بود یه بخشی بود اینجا توی نسخه قبلیش، با این نسخه جدیدش کار نکردم. یه بخشی بود اینجا که میزدی. اینم یه بخش دسته‌بندی. نگاه کنید اینا بر اساس فولدر براتون دسته‌بندی میکنیم، بر اساس فایل براتون دسته‌بندی میکنیم، بر اساس دیلیتد فایلایی که فقط پاک شدن. اینجا فقط فایلایی که پاک شدن رو میتونید بذارید، بر اساس دیت یا همون تاریخ براتون فایل رو دسته‌بندی میکنه. ببینیم چه جوری میشه برگردون. دوباره روش کلیک کنیم. سیو. بکنم چون هنوز داره میگرده. خب من تا همینجا راضیم، بیشتر نگر. فایلی که میخوام پیدا شده. خب ببینم چه جوری حالا میشه برش گردوند. خب من یه لحظه فیلم رو نگه دارم، اینو پیدا کنم بهتون میگم. خب دوستان ظاهرا فقط اینجاست. اگه ما سیو رو بزنیم میتونیم فایل رو برگردونیم. حالا من سیو از میزنم که یه جایی به عنوان مثال نگاه کنیم میگه میخواد 1.5 مگابایت. حالا اونایی که من تیک زدم یه دونه فایل اگزه است، نمیدونم یه سری چیزای دیگه هم تیک زدم، کلا میخواد اینا رو برام برگردونه. ست آپشن هم میتونید بزنید که تو ست آپشن یک سری قابلیت‌های دیگه ذخیره سازی و do not save this، فایل هایی که طولشون 0 هست یا سایزشون 0 هست و برامون بر نگردونه و یک سری قابلیت های دیگه. خب آره نگاه کنید الان به عنوان مثال من یک فایل داشتم به اسم gerdu.exe یا exe. اینجا میگه نگاه کن این فایل با این اسم قرار برگشت بخوره یا براتون ریکاوریش کنم. کجا قرارش بدم؟ حالا مثلا میگم اینجا قرارش بده. خب من میگم recovery files، سیو رو میزنیم. یه پیغام، یه وارنینگ به من داده که میگه شما نمیتونید اون فایل رو در مسیری که ریکاوری شده قرار بدید فعلا. خب آقا ما روی دسکتاپ خودمون یه فولدر به اسم rf میزنیم، کلا در اونجا برامون قرار بده. خب یه دونه فایل دکس که احتمالاً پروژه اندرویده و یک سری چیزای دیگه بازم همونه، چون من چند تا فایل دکس زده بودم. اینو بکن دکس 1. دکس 3. خب نگاه کنید 5 فایل برام برگشت خورد. بریم فایل رو ببینیم. خب اینو ببریم پایین. اینجا شو آیکونز رو بزنیم، یه پوش به اسم rf. خب نگاه کنید فایل ها برام برگشت خورد 1.5 مگابایت.
خب امیدوارم این ویدیوکست براتون مفید بوده باشه. به سایت قبیله و سایت من سر بزنید تا ویدیوکست بعدی و یک نرم افزار کاربردی دیگه موفق و مؤید باشید.